فقط دیگه وقتی ادعای قهرمانی میکنیم ببینیم که مثلا در بدری یک خواهر ما در یک کشور که مجبور شده حاضر به تن فروشی شود به یک پول ناچیز، اگر شو خو ما را پراند، او وقت میشه نام خود قهرمان بود. در غیر از او اگر مو دقیقه در فیسبوک او را دیدی پایینش آمدی که برنامه له و لهب است دیگه خندید گرفت، سر انسانیت چه دیگه. من نمیفهمم غیرت و رگ گلون و ادعاهای چند هزار ساله کجاست. و این را هیچ وقت ما توقعش از یک بی سواد نداشتیم که در یک قریه دوردست افتیده کل فکر ذکرش است که چطور یک گوسفند سیر کنه که آخر سال او خوب گوشت داشته باشه، یا نهایتا یک جوره گو و قلبه‌ای داشته باشه، چون هنوز زمینای خود با گو و قلبه میکنه. از او توقعش نمیره، ذهن از او عمق کوچک است دمو حدود. این توقع عزیز دل من از مؤصلش میره. در یک کشور مؤصلش باید مثل موترهای تیلری او بی سوادارم که خودکش کنه.